هجوم کننده قهرمان کنونی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه و عضو تیم ملی تاجیکستان پرویز باقی اوخونوف را به خدمت حربی بردند. در این باره روز 22 اکتبر سال 2022 سپورت جی پایگاه خبرهای ورزشی تاجیکستان خبر داد این بازیگر در موسم امسال در مسابقات قهرمانی دیگر اشتراک نمی کند و رفت تا که قرضش به وطن بسپارد. گفته می شود در گزارش پرویز باقی اوخونوف 24 سال دارد. او سال 2021 در هیئت خوجند و سال گذشته در هیئت ختلون بازی کرده. تابستان سال 2022 به دسته استقلال گذشت. قرارداد او با چمپیون تاجیکستان تا 31 دکمبر سال 2024 بسته شده است. همگی چند روز پیش پرویز باقی اوخونوف بعد پیروزی در هیئت تیم ملی در جام پادشاهی 2022 از تایلند برگشته بود. این یگانه مورد جلب ورزشگران شناخته از جمله فوتبال بازان با شمول اعضای تیم ملی به صف ارتش نیست. در موسم بهاری ماه سال 2022 دلیر براتوف دروازه‌بان اون وقت اساسی خوجند و عضو تیم ملی را به ارتش بردند. او در یک قسم حربی در نوع اسپیتامین خدمت میکند. ماه اپریل سال 2022 دروازه‌بان دیگر خوجند و تیم ملی شاروخ قرغزبایف نیز از کمیسریت حربی دعوتنامه آمد، ولی او را این نجات داد که او هنوز در دانشگاه تحصیل میکرد و حجت دانشجویی داشت. سپورت جی یادآور شده است که سال گذشته عضو تیم نورسان تاجیکستان اسدبک جورابیکوف را به خدمت بردند. همین طور فریدون دیخونوف از استرافشان و پرویز علیزاده باز یک ستاره جوان خوجند را با ابلاغ به ارتش بردند. چنین به نظر میرسد که کمیسریت حربی خوجند به جلب ورزشکاران شناخته به خدمت حربی از تلاش و علاقه ویژه نشان میدهد، چون که اکثر فوتبال بازار به ارتش بردش از دسته خوجند می باشند. بسیاری از چنین از تلاش کمیسریت های حربی برای به ارتش بردن ورزشگران شناخته انتقاد میکنند و میگویند که این نه فقط دسته های علاوه بلکه تیم های ملی تاجیکستان را نیز ضعیف میگرداند. به نظر مخلصان در شرایطی که در تاجیکستان صلح و ثبات و آرامی حکمفرماست و کشور در حالت جنگ با یگان کشور دیگری قرار ندارد، کمیسریت های حربی می توانستند نقشه دعوت را بدون چنین ضربه های جانکو به منفعت های ارزش ملی هم اجرا کنند. دعوت تیرمایی به صف قوه های مسلح تاجیکستان از 1 اکتبر آغاز یافته تا 30 نوامبر دوام می کند. وزارت مدافع اخیرا خبر داد که در 20 روز اول نقشه دعوت 62% اجرا شده است. برای مقایسه در 20 روز اول دعوت بهاری نقشه دعوت همگی 50% اجرا شده بود. در دوام 20 روز جریان این معرکه‌های مهم سیاسی کمیسی‌های دعوتی شهر و نویه‌های تابع جمهوری باشند اجرای نقشه را به 70% برابر نمودند. به همین ترتیب دعوت و گسیل سربازان آینده وطن در شهر دوشنبه 67%، در ولایت ختلون 63%، در ولایت سوخت باشد 50% را تشکیل می‌دهد. عموما از سانحه 1 تا 20 اکتبر سال 2022 در مجموع زیاده از 20 شهر و نویه‌های جمهوری علاقه نقشه دعوت جوان پسران را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان 100% اجرا نمودند. گفته می شود در اطلاعیه وزارت مدافع وزارت شهر و نویه‌های را که نقشه دعوت را اجرا کردند این دفعه نام به نام ذکر کرده است. قبلا گزارش شده بود که ولایت مختار کوهستان بدخشان و 5 نویه وادی رشت علاقه در روز اول دعوت تیرمایی 1 اکتبر سال 2022 از اجرای نقشه دعوت گزارش دادند. بعد دهه اول درباره اجرای نقشه در شهر ایسار و نویه‌های دنغره و بخش از ولایت ختلون خبر آمده بود. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرما از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریت‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و دبار جوانان ابلاغ شده تن و بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.